در شهر اکاترینبورگ روسیه یک مردکار از تاجیکستان از قبط هفتم یک بنا به زمین افتاده به طور معجزه‌ای زنده مانده است. در این باره روز 20 یولی سال 2024 خبرگزاری محلی اورالسکی مریدیان خبر داد و این حادثه را باور نکردنی نامید. بنا به گزارش اورالسکی مریدیان، مردکار تاجیک روز 20 یول هنگام اجرای کارهای ساختمانی در یک بنا واقع در کوچه 22 پارتسیزد در ناحیه اورژونیکیدزه او را با جراحت‌های گوناگون وزنین به طور فوری در یک بیمارستان ناحیه اورژونیکیدزه بستری کردند. وضع سلامتی مردکار تاجیک خیلی وزنین ارزیابی می شود، ولی طبیبان توانستند او را از مرگ نجات داده وضع سلامتیش را نسبتاً به اعتدال بیارند. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان به جستجوی کار به روسیه می روند. ده‌ها هزار از این مهاجران تاجیک در ساختمان‌ها کار می‌کنند. هر سال در روسیه به دلایل گوناگون تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک می‌میرند و چند هزار دیگر آنها جراحت می‌بردارند. حادثه‌های ناخوش در جای کار جای زیست از سبب‌های عمده هلاکت و آسیب برداشتن مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می‌شود.